أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن هدوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين. تعداد من صلوا لله في الحرمين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت 13.
خداوندا مسلمانان را یک پارچه بگردان، آنان را از مکر شیطان حفظ کن. پروردگارا بر راه هدایت متحدشان بفرما. پروردگارا فاسدان را نابود بگردان. پروردگارا دشمنان و حسودان را بر ما مسلط نکن. پروردگارا قبول بفرما. پروردگارا قبول بفرما. ای پروردگار جهانیان. أشهد أن لا إله إلا الله عمو أشهد أن محمدا رسول الله. عمار یاسر کشته شد. عمار یاسر کشته شد. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه شده ابا عبدالله؟ چرا پریشان به نظر میرسی؟ از چیزی با خبر شدم که غمگینم کرد و پشت مرا شکست. چه چیزی؟ پسرم عبدالله از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیثی شنیده که اندوهگینم کرده. چه حدیثی؟ از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده که فرمود عمار ابن یاسر را گروهی ستم پیشه می کشند. چه میگویی؟ بله به خدا قسم. عبدالله انسان راستگویی است. شما جایگاه وی را بین صحابه رسول الله می دانید. چگونه امکان دارد؟ ما برای یاری عثمان رضی الله عنه حرکت کرده ایم. چگونه گروه ستم پیشه هستیم؟ ابا عبدالله به خدا قسم ما به خاطر دنیا حرکت نکرده ایم تا اینکه نیت ستم بر کسی داشته باشیم. اگر سربازان ما او را کشتند فقط در راه حق بود. به خدا قسم قاتلان واقعی عمار کسانی هستند که او را اینجا آوردند. مردگانشان را دفن کردند، سپس رفتند بر آنها گریه کنند. روز سختی بود خراز. عرب همواره آنها را به یاد خواهد داشت و نمیتواند فراموششان کند. ولی آنها اهل کرم و گذشت هستند. زخمها را فراموش می کنند
و دوباره مانند گذشته دوست و برادر می شوند. مطمئن باش که این زخم ها سبب می شود بارها و بارها با یکدیگر بجنگند، ولی می ترسم اجل مهلت ندهد و لذت دیدن زخم هایشان را آنطور که می خواهم و دوست دارم از دست بدهم. این چیزی بود که ابن حنفیه گفت. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چرا اینجا آمده ای ضحاک؟ معاویه مرا فرستاده تا با علی درباره موضوع مهمی سخن بگویم. معاویه از امیر مؤمنان چه میخواهد ای ضحاک؟ زمان آن رسیده که این جنگ پایان یابد و بین ما و شما کتاب خداوند عزوجل حکم کند، چنانچه در کتابش می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کند، سخنشان تنها این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم. پرستگاران واقعی ایشانند. خواسته به جایی است ضحاک. برویم تا نظر امیر مومنان را بشنویم. این همان علی ابن ابی طالبی است که میشناسم. این همان علی ابن ابی طالب است. چه کسی از او شایسته تر است که به کتاب خدا دعوت شود و اجابت نماید؟ درست است ابا عبدالله. کتاب خدا بهترین هدایتگر ماست. اگر حق با آنان بود ما تسلیم رأی علی ابن ابی طالب می شویم و اگر حق با ما بود همان چیزی را طلب می کنیم که از خودمان خواستیم. درست هم همین است. گوش کنید این مردم. بگویید چه کسی را به عنوان داور در این حکم انتخاب می کنید؟ تا زبان ما باشد باید بدانید که علی ابن ابی طالب یکی از بهترین یارانش را برای این کار انتخاب می کند. کسی برای این کار بهتر از ابی عبدالله نیست. در میان شما بهتر از من همه است. شخصی را غیر از من انتخاب کن ابا عبدالرحمن. به خدا قسم من بهتر از تو کسی را سراغ ندارم ای ابا عبدالله. نظرت چیست ای ابا عبدالله؟ امیر مومنان هنگامی که به کتاب خدا فراخوانده شد تصمیم درست را گرفته و قبول کرد. در نهایت تصمیم گرفت ابو موسی اشعری نماینده ما در این حکم باشد. ابو موسی اشعری بهترین انتخاب است. جایگاه او در بین صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را می‌دانید. همچنین او از کسانی بود که از این موضوع کناره گرفت و هیچ دخالتی در این امر نداشت. از طرف دیگر اهل عراق در بزرگواری وی اختلافی ندارند. او انسان نیکوکاری است و کسی فضیلت او در نشر دین را انکار نمی کند. میبینی ابو موسی اشعری را فراخواندند. خدایا میخواهند بشر را در امر خدا داور کنند، در حالی که حکم تنها مال خداست. حکم از آن خداست. پس از این همه قدرت و عزت ببین چگونه تن به ذلت دادند و ما را خوار و ذلیل کردند. درست هنگامی که ما در قله بودیم و دشمنان ما در حال از بین رفتن، ناگهان به قرآن پناه برده و ما را با آن فراخواندند تا فریب مان دهند و جنگ را تمام کنند. میخواهند با مکر و نیرنگ ما را بکشند. آن وقت علی آنچه را میخواستند دو دستی به آنها تقدیم نمود. نیروهای سپاه ما خسته و ناامید گشتند. به خدا قسم گمان نمی کنم او دیگر بتواند در راه درست گام برداشته و راهنمای ما باشد. علی با قبول صلح مرتکب اشتباه شد و باید از اشتباه خود توبه کند. گمان میکنم او نیز به عثمان پیوسته و مانند او پس از هدایت گمراه شده. بدانید که دیگر راضی نیستیم علی خلیفه ما باشد مگر این که مانند ابوبکر و عمر باشد و از گمراهی که عثمان در آن قوطه بود بیرون بیاید. درست میگویی ابن زهیر، درست میگویی. برای اینکه سخنانمان اثر بخش باشد باید با همدیگر متحد شویم و اجازه ندهیم اختلاف ما را متفرق کند. ابن ملجم را میفرستم تا افراد ما را گرد آورده و تصمیم بگیریم چه کنیم. بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. این طرح حکمیت امیر مؤمنان
علی ابن ابی طالب است. کمی صبر کن. بگو ابن آس. اختلاف ما همین است. اگر ما با علی بر خلافت بیعت کرده بودیم که دیگر مشکلی نداشتیم. اگر من اشتباه میکنم بگو. عبارت امیر مومنان را پاک کن. این طرح حکمیت علی ابن ابی طالب و معاویت ابن ابی سفیان است. علی بر کوفه و مؤمنان و مسلمانان همراهش حکم می کند و معاویه بر اهل شام و مؤمنان و مسلمانان همراه خیش. ما حکم خداوند عزوجل و کتابش را می پذیریم و بر اساس آن اتفاق می کنیم. کتاب خداوند عزوجل از آغاز تا پایانش پیش روی ماست. تمام دستوراتش را اجرا می کنیم. آنچه دو طرف در کتاب خداوند عزوجل یافتند، یعنی ابو موسی اشعری و عبدالله ابن قیس و عمرو ابن عاص قریشی، به آن عمل می کنند و آنچه در کتاب خدا نیافتند بر اساس سنت رسول خدا صلوات الله علیه حکم می کنند. به نظر زمان و مکان قضاوت کی و کجا باشد؟ نظر امیر مومنان این است که پس از 6 ماه در دومة الجندل جمع شویم، زیرا آن مکان در وسط ما و شما قرار دارد. نظر علی ابن ابی طالب را قبول داریم. ما به نخیله خواهیم رفت. هر کس به ما ملحق شد و با ما بود خوش آمده و هر کس هم می‌خواهد با آنها برود آزاد است که برود. برخی از افراد از ما جدا شده‌اند و به راه دیگری رفتند. امیر مومنان خبر دارد و گفت آنها را به حال خود رها کنید، زیرا جنگ پایان یافته. ولی همانطور که امیر مومنان و ما میدانیم، این افراد با نارضایتی از ما جدا شدند. بله، این را میدانند، ولی عقیده دارد آنها تا زمانی که به کسی آسیب نرسانند آزاد هستند، هر جا میخواهند بروند. سلام بر نور چشمانم. دلم برایتان تنگ شده. تو چطوری مادر بچه ها؟ با دیدن تو خوب شدم. من هم همچنین. کوفه دیگر جای ما نیست ابن زهر. دیگر نمیتوانم بین این مردمان باشم. در هارورا میمانیم. بهتر نیست جای دیگری برویم؟ نه، باید با آنها نزدیک باشیم تا آنها را از گمراهی نجات دهیم. اما تعدادشان کم نیست. چه بسا بسیارند گروه های اندکی که به فرمان خداوند بر گروه های فراوانی چیره شدند. خداوند با بردباران است. آفرین ابن وهب، آفرین. اگر علی فراموش کرده چه بلایی سر عثمان آوردیم، به یادش میآوریم. اگر هم بر گمراهیش اصرار ورزید، او را به عثمان ملحق میکنیم. ما امیری برای نماز و امیری برای جنگ میخواهیم. بعداً درباره از صحبت میکنیم. اکنون
باید افراد خود را به کوفه بفرستیم تا آذوقه و وسایل را بیاورند. به خانواده های خود نیز سر بزنید و جای ما را به آنها بگویید و هر که خواست به ما ملحق شود. خدا حفظت کند. دلم برایت تنگ شده بود. دلم برایت تنگ شده بود. پدر، من هم بار دیگر با پدر بزرگ خواهم رفت. بار دیگری وجود ندارد زید. اگر هم بار دیگری باشد حتما خواهیم. ام کلثوم، بچه را ساکت نمی کنی؟ آخر او از آمدنتان خوشحال است. بگذار زید هر چه می‌خواهد بگوید. جای پدر اینجا خالی است تا برایمان سخن بگوید. ابن حنفیه نیز جایش خالی است. راست گفتی زید. گفته بود برمیگردد اما کمی دیر کرده. عباس، عثمان را به من بده. برو در را باز کن. سلام علیکم عباس. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما ای خاندان محمد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عمو جان، برای من چه آوردی؟ برایت خرما آوردم. برخیزید، هنگام نماز است بندگان خدا. نماز بهتر از خواب است. برخیزید برای نماز. از زمانی که از صفین برگشتیم پدر هر شب مردم را برای نماز بیدار می‌کند. برخیزید، هنگام نماز نزد آنها است. می‌رود شاید نماز بتواند دوباره بین خدا. قلب‌هایشان الفت ایجاد کند. نماز او چه شخصیتی بهتر است. از خواب است. سختی‌های روزگار نتوانسته اشتیاقش را در امر دعوت کم کند. از او درخواست می‌کنیم که فردا با ما جایش را عوض کند. این زره رو چند میفروشی؟ 50 درهم. 30 درهم میفروشی؟ گفتم که 50 درهم. 1 درهم هم کم نمی کنم. از خدا بترس مرد. 45 درهم بده بردار. خوبه. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درود بر حسن. درود بر تو. سلام علیکم. سلام بر پسر امیر مومنان. این زره را از کجا آورده ای؟ این زره از پدرم به من ارث رسیده. این زره امیر مومنان است. مدتی است که آن را گم کرده. به من تهمت میزنی پسر امیر مومنان؟ آهسته سخن بگو مرد. تهمت نمیزنم، ولی این زره پدر من است. چه شده ابا محمد؟ این زره از آن کیست حسین؟ این زره پدر است. مدتی پیش گم شده بود. این زره من است. شاید شبیه آن است. حسن اشتباه نمی کند. آن زره متعلق به امیر مومنان است. وای بر تو شمعون، سخن حسن و حسین را باور نمی کنی؟ چون پسر امیر مومنان هستند سخنشان را باور میکنی و به من شک میکنی؟ گوش کن ای مرد. حالا که این کار میکنی باید به نزد قاضی بروی. حرف حساب است. قاضی بین من و شما قضاوت میکند و حقم را از شما خواهد گرفت. مگر در کتاب خدا نخوانده اید که حکم از آن خدا است و بس؟ خدا دستور داده جز اون نپرستید. این است دین راست و ثابت، ولی بیشتر مردم نمیدانند. بله، به خدا قسم خوانده ایم. درباره کسی که بگوید حکم از آن انسان است نه خدا،
چه قضاوت میکنید؟ میگوییم به آنچه در کتاب خدا آمده کافر شد. چرا این را وقتی که معاویه و علی ابن ابی طالب به حکم انسان راضی شدن نگفتید؟ خودم میگویم چرا. زیرا از جانتان ترسیدید و چیزی را قبول کردید که هیچ دلیلی از سوی خدا ندارد. آیا از آنان میترسید؟ در حالی که خدا سزاوارتر است که از او بترسید؟ پس چه کنیم برادران ایمانی؟ میدانید ما کجا هستیم؟ در هرورا، دور نیست. نظرت درباره چیزهایی که دیدی و شنیدی چیست ابا موسی؟ گفتار و کردارشان نارواست. به خدا قسم آنان بر امیر مؤمنان دروغ میبندند. تا میتوانید چیزهایی که شنیده اید را به برادرانتان منتقل کنید. چه میگویی جورجوس؟ میگویم این زره من است و از پدر به ارث بردم. امیر مؤمنان کجاست؟ او را نمیبینم. او در راه است، اما از شما درخواست کرده که با لقب امیر مؤمنان او را خطاب نکنی و فقط نامش را بگویی، زیرا عادلانه تر است. پاسخ جورجوس را چه میدهی حسن؟ میگویم که این زره پدرم است و قبل از رفتن به صفین گم شده بود. شاهدی هم بر این ادعا دارید؟ بله، من و خدمتکارش. شما بهترین افراد هستید، ولی نمیتوانم گواهیت را بپذیرم، زیرا تو پسرش هستی و گواهیت پذیرفته نیست. آیا پدرت گواهی دیگری دارد؟ نه. پس زره مال جورجوس است. جورجوس، زره را بردار. جاسوسان خبر دادند از زمانی که از روم بازگشتم آنها نیروهای خود را از تمام مناطق مرزی ما عقب کشیدند. با این وجود نباید از پادشاه روم غافل شد. سرشتشان خیانت است. میترسم غافلگیرمان کنند و به مرزهایمان هجوم بیاورند. خیالتان راحت، ما تمام حرکات آنها را زیر نظر داریم. به خواست خدا به مرادشان نخواهند رسید. اوضاع نیز آرام نمی شود تا کمی استراحت کنیم. حالا که تصمیم گرفتی ای حسن، امیرالمومنین را نیز آگاه کن. ما با تو هستیم. بله ابا محمد. و قبل از اینکه ام زید از نیتت آگاه شود، از همان اول که تصمیم گرفتم او را نیز با خبر ساختم. هنوزم در خانه ات مانده؟ بله، گفت هنگامی که دین به تو این اجازه را داده من تو رو منع نمی‌کنم. خدا حفظش کنه. بنابراین فقط باید به پدر خبر دهم تا برایم انتخاب کند. خوشا به حال کسی که تو دامادش باشی ابا محمد. چه شرف بزرگی نصیبش می شود. بفرما ابا محمد. بسم الله. امیر مؤمنان کار خوبی کرده که ابن عباس را به هارورا برای مناظره با آنها فرستاده. تنها ابن عباس از پس چنین مأموریتی برمی آید. او می‌داند چگونه پاسخشان را بدهد. ملاقات امیر مؤمنان با حافظان قرآن چگونه بود؟ برایشان بیان کرد اگر بین زن و مرد اختلاف رخ داد کتاب خدا آن دو را به داوری فرا می‌خواند. پدر از آنان پرسید آیا حرمت خون امت محمد نزد خدا بزرگتر است یا اختلاف بین زن و مرد؟ امت محمد بدون شک. خدا یاور امیر مؤمنان باشد. هاروری ها در برابر فهم و علم او چگونه هستند؟ اگر آنها علم داشتند که این گونه عجولانه تصمیم نمی گرفتند. بفرمایید. خوش آمدی ابن عباس. خوش آمدی ای مفسر قرآن. خوش آمدی ابن عباس. سلام هرقوس. ببینم چه شده تو را اینجا میبینیم ابن عباس. شما بگویید چرا از علی ابن ابی طالب همنشین و پسرعموی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دلگیر شده اید؟ به سه علت از او دلگیریم. یکی این که او انسان را در امر خدا حکم قرار داده، در حالی که خداوند میفرماید حکم از آن خداست و بست. حال انسان این وسط چه کاره است؟ این شد یکی. اما دومی این که در بسته جنگ کرد بدون اینکه اسیر یا غنیمت بگیرد. اگر آنها کافر بودند که اسارتشان حلال است و اگر مؤمن بودند پس چرا مقابل آنها جنگید؟ این دومی بود. سومی چیست؟ این که نام امیر مؤمنان را پاک کرد.
پس اگر او امیر مؤمنان نیست حتما امیر کافران است. مشکل دیگری هم دارید؟ همینها کافی است ابن عباس. اما این که میگویند او انسان را در امر خدا داور قرار داد. من درباره زن و شوهر از کتاب خدا برایتان میخوانم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و اگر ترسیدید جدایی میان آنها رخ دهد داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن بفرستید. شما را به خدا قسم میدهم آیا داوری انسان در صلح و حفظ خون مسلمانان اولاتر است یا داوری آنها در اختلافات زناشویی؟ بیشک صلح بین مسلمانان. این مشکل حل شد؟ بله. اما این که میگویند با اهل بصره جنگید اما اسیر و غنیمت نگرفت. آیا شما حاضرید مادرتان عایشه را اسیر بگیرید؟ آیا شما با مادرتان مانند دیگران رفتار میکنید؟ اگر بگویید بله مانند دیگران رفتار میکنیم کافر میشوید و اگر بگویید او مادرمان نیست باز هم کافر میشوید، زیرا خداوند متعال میفرماید پیامبر از مؤمنان نسبت به خودشان اولاتر است و همسرانشان مادر مؤمنان هستند. بنابراین بین دو گمراهی قرار میگیرید که راه گریزی از آن ندارید. آیا این شبهه برطرف شد؟ اما این که میگویند او نام امیر مؤمنان را پاک کرده، پاسختان را میگویم. آن روز که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با مشرکان در حدیبیه صلحنامه نوشت، فرمود ای علی بنویس این صلحنامه محمد رسول خدا است. آنها گفتند اگر باور داشتیم که رسول خدا هستی که با تو نمی جنگیدیم. فرمود پاک کن ای علی، بنویس این صلحنامه محمد ابن عبدالله است. به خدا قسم آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم از علی بهتر نیست؟ او نام خیش را پاک کرد اما پیامبریش از بین نرفت. آیا این شبهه نیز برطرف شد؟ بله. پس دیگر چه مشکلی با علی دارید ای مردم؟ گوش کن ابن عباس، خدا تو را جزای خیر دهد که حقیقت را برای ما آشکار کردی. ما با تو به کوفه باز می‌گردیم و از کفر خود توبه می‌کنیم. از گناه خود باید نزد خدا توبه کنی. چه کسی گفته کافر شده ای؟ راستی نگفتی. پدر را از نیتت برای ازدواج با خبر ساختی؟ زیرا او می‌داند چه همسری برایت انتخاب کند. این کار را انجام می‌دهم حسین، انجام می‌دهم. پس از اینکه راه حلی برای اهل هارورا پیدا کردیم، هر چه خدا خواهد همان خیر است. گمان می‌کنی آنهایی که به هارورا رفته‌اند با ابن عباس باز می‌گردند؟ اگر دلشان خدایی باشد که باز خواهند گشت. اما اگر این گونه نباشد فقط خدا می‌داند که چه در انتظارشان است. امیدوارم خدا دلهایشان را روشن کند و آنها را به راه حق هدایت فرماید. پروردگار آمین. آمین. آنچه در چند ماه بنا کرده بودیم ابن عباس در یک چشم به هم زدن نابود کرد. او انسان چرب زبانی است ای ابن زهیر. توانست تمام حجت‌های ما را پاسخ دهد و مردم را قانع کرد با او بازگردند. به نظرت حالا چه کار کنیم؟ فکر میکنی دلیل و حجتی نداریم که از خود دفاع کنیم؟ نمیدانم. اگر اینجا بمانیم تمام کسانی که با ما بودند به کوفه میروند و شبانه روز بر ضد ما موضع گیری میکنند. نمیدانم ابن زهیر، نمیدانم. فقط غافلگیر شدم. فرصت بده تا افکارم را جمع و جور کنم. اسب خودم و امیر مومنان را آماده می کنم و می رویم به نخیله. 2000 نفر با او برگشتند، اما برخی که مانده‌اند مردد هستند و هنوز تصمیم برای برگشت ندارند. قرار است امیرالمومنین به نزدشان رود و تردیدشان را برطرف کند. جاده، ای جاده. بله پدرم. بیا دخترم، کنارم بشین، با تو صحبتی دارم. با کمال میل پدر. همیشه دوست دارم با شما بنشینم و به سخنانتان گوش کنم. امیدوارم سخنان من همان گونه باشد که میگویی. حتما همینطور است پدر. میخواهم درباره موضوعی با تو صحبت بکنم که به من و تو مربوط است. بگو پدر، من سراپا گوشم. گوش کن دخترم. مردمی بدتر از شما ندیدم. اگر ابن عباس مردم را با دلایلش قانع نکرده بود نزد علی ابن ابی طالب نمی رفتند.
توانست مردم را از گرد شما پراکنده کند. با دلیل‌هایش دهانمان را بست. بسیاری از مردم را قانع کرد تا جایی که از کردار گذشته خویش استخبار می‌کردند. اگر من جای شما بودم میدانستم چگونه پاسخش را بگویم. مثلا به او چه گفتی؟ اکنون میپرسی؟ نکند تو نیز حرفایش را باور کرده ای؟ اگر آنگونه که میگویی بود من اینجا نبودم که با تو سخن بگویم. ولی تو نیز وقتی علی سخن گفت چیزی نگفتی، یک کلمه هم به زبان نیاوردی. اکنون زمان درگیری نیست ابن وهب. باید فکر کنیم ببینیم فردا پاسخ مردم را چه دهیم. این مردم فردا ما را تکذیب میکنن و از امروز به بعد حتی یک کلمه از ما نمیشنوند. باید اکنون به کوفه برگردیم. اگر مردم دلیل آمدنمان را پرسیدند با آنها چه بگوییم؟ آنها را به عهده من بگذارید. میدانم چگونه پاسخشان را بدهم. به آنها چه میگویی ای ابن ملجم؟ بيت النبوة كم يزدان بالسبطين
حسنا